روز مردی از کار خیلی دیر برمیگردد و چون هر وقت خسته شده بود در نزد در او را پسرش انتظار بود. بچم در این بیوقتی شب برای چی اینجا نشستی؟ پدر، من شما رو انتظار بودم. مرا انتظار بودی؟ از شما یک چرا پرسم؟ البته جان پدر، پرس. شما چند پول معاش میگیرید؟ با تو این چی لازم؟ و برای چی میپرسی؟ خیلی التماس دانستن میخوام. خیلی 1000 سومون. پدر، شما با من 500 سومانی داده میتوانید؟ 500 سومانی؟ برای چی؟ خیلی ضرور است. خیز بچم، به خانه میدرویم. در حجرت مرا انتظار شد. من بچم 500 سومونی. بچم خودت هم پول داشتی کو؟ با تو اینقدر پول چی لازم؟ آنه 1000 سومانی. تو چرا این رو به من میدهی؟ من میتوانم یک روز شما رو بخرم. شما کی آخران بار با فرزندتان سیر و گشت برآمده اید؟ شما کی آخران بار وقت جدا کرده اید؟ نسبت فرزندان خود به مهر نباشید، زیرا آنان نیاز به مهر شما دارند.